عجیبترین و شاید بزرگترین آدمربایی تاریخ آمریکا. سلام به همراهان کریمینال پادکست. من شاهین نورایی ام و قراره با هم جزئیات دقیق پرونده‌های جنایی رو بشنویم. در یک بعد از ظهر تابستونی در شهر کوچیک چوچیلا در سال 1976 اتوبوس یک مدرسه ابتدایی با 26 بچه که فقط 5 الی 14 سال سن داشتن توسط 3 آدمربا دزدیده شد. اتوبوس بعد از چند ساعت پیدا شد، اما پلیس بلافاصله فهمید با یه مشکل خیلی بزرگ طرفه. اتوبوس پیدا شده بود ولی خالی بود. امروز میخوایم به شهر کوچیکی در ایالت کالیفرنیا بریم و یکی از بزرگترین پرونده‌های آدمربایی در تاریخ آمریکا رو مورد بررسی قرار بدیم. در بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 جولای سال 1976 بچه‌های مدرسه ابتدایی دایریلند مثل هر روز دیگه‌ای سوار اتوبوس مدرسه‌شون شدن تا به خونه برگردن. آخرین روز جشنواره شنای تابستونیشون بود و بعد از یک روز طولانی تمرین شنا انقدر خسته بودن که فقط می‌خواستن برگردن خونه. راننده اتوبوس مردی 55 ساله به نام فرانک ادوارد ری بود و اکثر بچه‌ها باهاش آشنا بودن. فرانک این بچه‌ها رو هر روز با اتوبوس به مدرسه می‌برد و خلاصه که هم راننده و هم مسافرها به این رفت و آمد تکراری عادت داشتن. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود. بچه‌ها به تازگی سوار اتوبوس شده بودند و هنوز هیچ کس به خونه نرسیده بود. فرانک مسیر همیشگیش رو طی می‌کرد و خیابون هم خلوت بود تا اینکه یه ون وارد مسیر اتوبوس شد و جاده رو مسدود کرد. فرانک به ناچار اتوبوس رو نگه داشت و بلافاصله پس از ایستادن اتوبوس 3 مرد در حالی که جوراب پاریزیان روی سرشون کشیده بودن از ون بیرون اومدن. اونا اسلحه داشتن و مشخص بود چه قصدی از بستن مسیر اتوبوس دارن. یکی از مردها اسلحه‌اش رو به سمت فرانک گرفت و مجبورش کرد از روی صندلی راننده بلند بشه. با داد و بیداد هم فرانک و هم بچه‌ها رو با اسلحه تهدید می‌کرد. دومین آدمربا جای فرانک روی صندلی راننده نشست و سومی هم وقتی دید شرایط تحت کنترلشونه از اتوبوس پیاده شد و با ون دنبالشون کرد. این 3 آدمربا اتوبوس رو از مسیر اصلیش خارج کردند و به سمت ساحل رودخونه چوچیلا بردن. در طول مسیر با بچه‌ها مثل حیواناتی که داخل قفس بودن رفتار می‌کردند و در تمام مدت سمت فرانک اسلحه گرفته بودند. پس از گذر یک مسیر طولانی اتوبوس رو کنار یکی از شاخه‌های کم عمق رودخونه چوچیلا نگه داشتن و 3 نفری و به طور کاملا برنامه‌ریزی شده بچه‌ها رو نفر به نفر از اتوبوس آوردن بیرون. از قبل یه ون دیگه کنار رودخونه مخفی کرده بودن و قربانی‌ها رو از اتوبوس به این ون جدید انتقال دادن. هر دو تا ون به نسبت بزرگ بودن و تغییرات اساسی داخلشون ایجاد شده بود. شیشه ونها کاملا با رنگ سیاه شده بود. تمام محیط داخلشون عایق صدا بود و این بچه‌های کوچولو نمیتونستن بیرون رو ببینن، نه نوری داشتن و نه حتی میدونستن چه بلایی قرار سرشون بیاد. رباینده‌ها اتوبوس رو در یک مکان نسبتاً دورافتاده که کنار رودخونه قرار داشت رها کردند. فرانک و بچه‌ها رو به 2 ون انتقال دادن و به سمت معدن کالیفرنیا به راه افتادن. این مسیر 180 کیلومتر بود. بچه‌هایی که از کلاس شنا خسته برگشته بودند و انتظار خونه رو می‌کشیدن، 180 کیلومتر مسیر رو در تاریکی مطلق پشت یک ون نشستن و فقط به این فکر می‌کردند که هر لحظه ممکنه با اسلحه کشته بشن. در ساعات اولیه صبح روز 16 جولای ونها بالاخره به مقصد رسیدن و ایستادن. رباینده‌ها در ماشین‌ها رو باز کردن و بچه‌ها رو یکی یکی بیرون آوردن. قربانی‌ها بعداً گفتن که فکر می‌کردن هر نفری که بیرون میره کشته میشه و این آخرین لحظه زندگیشونه. بچه‌هایی که خیلی هاشون حتی سن 2 رقمی نداشتن و بقیه هم به تازگی پا به نوجوانی گذاشته بودن، در تاریکی و سکوت به زندگی کوتاهشون فکر می‌کردن. اما حقیقت ماجرا این بود که بچه‌هایی که از ون خارج می‌شدن به قتل نمی‌رسیدن، بلکه به یک تریلر جدید منتقل می‌شدن. بعد از خروج از ون هر قربانی از یک نردبان بلند پایین میومد، وارد دریچه کوچیکی میشد و خودش رو در یک تریلر کامیون پیدا می‌کرد. تریلری که زیر زمین دفن شده بود. 26 تا بچه به همراه فرانک با تهدید اسلحه وارد تریلر مدفون شدند. هر کدومشون که از نردبون پایین میرفت، آدمرباها اسم و سنش رو ازش میپرسیدن و روی یک کاغذ مینوشتن. وقتی تمام قربانی‌ها رفتن پایین، راه ورود به تریلر با یک قطعه فلزی بزرگ و سنگین 90 کیلوگرمی بسته شد و سپس راه ورود، اطراف و سقف تریلر خاک ریختن تا کاملاً دفن شده به نظر برسه. قربانی‌ها بعداً گفتن که این تریلر براشون شبیه یک تابوت بزرگ بود. مطمئن بودن میمیرن. دفن شدن به معنای مرگ بود و فکر میکردن هیچ جوره از این کابوس زنده بیرون نمیان.
وقتی چند ساعت گذشت و این 26 تا بچه دیدن واقعا راه فراری وجود نداره، نگاهی به داخل تریلر انداختن. فرانک متوجه شد تریلر کامیون به چند تا سیستم تهویه هوا مجهزه. رباینده‌ها یک گودال جای چرخ تریلر کنده بودن تا توالت قربانی‌ها باشه و چند تا تشک هم گوشه تریلر دیده میشد. مقداری آب معدنی، کمی کورن فلکس و کره بادوم زمینی هم داخل تریلر قرار داشت. بچه‌های کوچیک‌تر بیتابی می‌کردن، گریه می‌کردن. بزرگترها نگران بودن و این وسط فرانک نمی‌دونست باید چطور 26 تا بچه رو آروم کنه. اونم وقتی که حتی خودش هم معتقد بود قرار همشون با هم بمیرن. قربانی‌های آدمربایی اتوبوس چوچیلا این وضعیت رو تا 14 ساعت ادامه دادن تا وقتی که فرانک تصمیم گرفت هر جوری شده به این شرایط ترسناک پایان بده یا حداقل تلاش خودش رو بکنه. فرانک به همراه چند تا از بچه‌های بزرگتر تمام تشک‌ها رو روی همدیگه گذاشتن تا به سقف تریلر برسن و به دریچه ورودی دسترسی داشته باشند. 90 کیلوگرم وزن و مقداری خاک و زباله روی دریچه قرار داشت، ولی فرانک و این بچه‌ها بعد از 2 ساعت موفق شدن دریچه رو تکون بدن. روش کارشون به این صورت بود که فرانک دریچه رو به سمت بالا هل میداد و سپس یکی از بچه‌های 14 ساله یک تکه چوب که توی تریلر پیدا کرده بود رو لای دهانه فرو می‌کرد تا وزنه روی دریچه جابجا بشه. کارشون 2 ساعت طول کشید، ولی در نهایت تونستن با همکاری دریچه و خاک رو کنار بزنن و به بیرون برسن. فرانک بچه‌ها رو تک به تک از تریلر خارج کرد و این 27 قربانی بعد از 16 ساعت زندانی بودن زیر زمین وارد فضای آزاد شدن. هیچ کدومشون نمیدونستن کجان، ولی به کمک فرانک و کمی راه رفتن فهمیدن در محوطه معدن راکند گراول قرار دارن و حدود 200 کیلومتر از محل زندگیشون دور هستن. قربانی‌ها کلبه نگهبانان معدن رو پیدا کردن و شرایط رو براشون توضیح دادن. فکر کنین 26 تا بچه 5 الی 14 ساله به همراه یک مرد میان سال یه دفعه جلوی کارکنان معدن ظاهر شدن و گفتن 16 ساعت زیر خاک دفن بودن. از همونجا با کلانتری شهرستانی که توش بودن تماس گرفتن و تمام قربانی‌ها رو به زندان سانتا ریتا بردن. شاید بپرسید چرا زندان؟ چون نزدیکترین مرکز با کادر پزشکی این زندان بود و بعضی از قربانی‌ها آسیب‌های جسمی قابل توجهی دیده بودن. همشون هم از نظر روحی انقدر داغون شده بودن که از ترس حتی نمیتونستن بخوابن. پزشکای زندان بچه‌ها رو معاینه کردن، به اونهایی که نیاز به فوریت‌های پزشکی داشتن رسیدگی شد و بهشون آب و غذا دادن و بعد پلیس باهاشون صحبت کرد تا هر چه زودتر بتونن عاملین این جنایت رو دستگیر کنن. بعد از اتمام این کارها با خانواده‌های نگران بچه‌ها که هیچ ایده‌ای نداشتن چه بلایی سر فرزندشون اومده و اکثرشون فکر می‌کردن راننده اتوبوس بچه‌ها رو دزدیده، تماس گرفتن و قربانی‌ها رو پیش پدر و مادرشون فرستادن. پس از آزادی بچه‌ها و پخش شدن خبرش، اداره پلیس شهر چوچیلا خط تلفنش رو در 16 جولای مسدود کرد تا رسانه‌ها براشون مزاحمت ایجاد نکنن. همین قطع بودن تلفن موجب شد آدمرباها هم نتونن با پلیس تماس بگیرن. برنامه 3 تا آدمربای این پرونده این بود که 5 میلیون دلار پول در ازای آزادی بچه‌ها از خانواده‌هاشون بگیرن. این مقدار پول در سال 2023 یه چیزی معادل 26 میلیون دلاره. خلاصه که آدمرباها خواستن با پلیس تماس بگیرن و پیشنهادشون رو بگن، ولی دیدن تلفن پلیس مسدوده. بعدش یه نگاهی به اخبار انداختن و اینجا بود که تازه فهمیدن 27 قربانی که گروگان گرفته بودن خودشون رو آزاد کردن و موفق به فرار شدن. در همین حالی که آدمرباها فهمیده بودن نقششون با شکست مواجه شده، نیروهای FBI تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. قربانی‌ها در ملکی که متعلق به معدن بود دفن شده بودند. در نتیجه پلیس همون اول کار سراغ تحقیق در مورد این معدن رفت. در همون ساعات اولیه کارآگاهان FBI متوجه شدند که صاحب این معدن بزرگ یه پسر 24 ساله به نام فردریک وودزه. از اونجایی که معدن مال باباش بود، فردریک تمام کلیدهای معدن رو داشت. میتونست به صورت نامحدود به همه جای معدن دسترسی داشته باشه و از وسایل هم رایگان استفاده کنه. علاوه بر این، فردریک 2 تا دوست 24 و 22 ساله داشت که برادر بودن و جیمز و ریچارد شونفلد نام داشتن. جیمز و ریچارد قبلا به دلیل سرقت وسایل نقلیه کارشون به زندان کشیده بود و زمانی که اتوبوس دزدیده شد به صورت مشروط آزاد بودن. همین سابقه دستگیری موجب شد تا پلیس اسم دوستهای فردریک و البته خود فردریک رو داخل لیست مظنونین بذاره. گروهی از مأمورهای FBI حکم بازرسی املاک 78 هکتاری خانواده فردریک وودز رو گرفتن. کل ملک این خانواده رو جستجو کردن و سراغ اتاق خواب فردریک هم رفتن. داخل اتاق خواب این جوون 24 ساله چند تا تیکه روزنامه مربوط به خبر اتوبوس، یک پیشنویس از نامه باجخواهی، نقشه معدن، رسید اجاره وانت‌ها، خرید تریلر،
هویت‌های دروغین، لیست کامل از قربانی‌هایی که روی یک کاغذ با خودکار نوشته شده بود و همچنین یکی از اسلحه‌ها رو پیدا کردند. طبق برنامه‌ای که از آدمربایی در این اتاق پیدا شد، قرار بود خانواده قربانی‌ها پول رو با هواپیما در تاریکی شب در منطقه‌ای مشخص شده بین کوههای سانتا کروز بندازن. همچنین فردریک و دوستاش یک انبار اجاره کرده بودند تا پول‌ها رو پس از برداشتن از وسط کوه به انبار ببرن. خلاصه که هرچی مدرک و شواهد علیه این سه نفر وجود داشت در اتاق فردریک پیدا شد و پلیس تونست برای هر سه نفرشون حکم بازداشت صادر کنه. برادران شونفلد سعی کردن فرار کنن ولی پس از 8 روز ریچارد خودش رو داوطلبانه تسلیم کرد و 2 هفته بعدتر جیمز در مونلو پارک دستگیر شد. دقیقاً در همون روزی که جیمز رو بازداشت کردن سراغ فردریک هم رفتن. فردریک وودز موفق شده بود از خاک آمریکا خارج بشه. به شهر ونکوور در کانادا رفته بود و همونجا هم گرفتنش. هر سه تا آدمربا دستگیر شدن و عجیب ترین موردی که دربارشون وجود داشت این بود که هر سه نفرشون از خانواده‌های ثروتمندی می اومدن و رسما در ناز و نعمت بزرگ شده بودن. چرا باید دست به اخاذی و باجگیری می زدن؟ بعدها اظهار کرد که علیرغم اینکه خانواده‌های ثروتمندی داشتن ولی هم خودش و هم فردریک یه عالمه بدهی به بار آورده بودن. حتما باید چند تا قربانی می‌دزدیدیم چون باید چند میلیون دلار گیرمون میومد. بچه‌ها رو انتخاب کردیم چون بچه‌ها برای خانواده‌هاشون عزیز هستن. دولت خیلی راحت بابت آزادی بچه‌ها میتونست بهمون باج بده چون میدونست کودکان آسیب پذیرن. قطعاً بهشون اهمیت میداد. هر ستاشون به جرم آدمربایی برای پول اعتراف کردن ولی مدعی شدن هیچ آسیبی به بچه‌ها نرسوندن. این در حالیه که بعضی از قربانی‌ها آسیب جسمی دیده بودن. میگفتن باهاشون مثل حیوان رفتار شده، کتک خوردن و همچنین نیاز به فوریت‌های پزشکی داشتن. از اونجایی که برای آدمربایی اعتراف کرده بودن، مشکلی برای محکومیتشون نبود، ولی اینکه چه حکمی قرار بود دریافت کنن با قضیه آسیب رسوندن به قربانی‌ها نسبت مستقیم داشت. اگر به کتککاری محکوم می‌شدن، حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط می‌گرفتن، وگرنه حبس ابدشون با آزادی مشروط می‌شد. بعد از چند جلسه دادگاه و ارائه مدارک و گزارش پزشک‌هایی که قربانی‌ها رو معاینه کرده بودن، هر سه تاشون مجرم شناخته شدن و حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط گرفتن. مدت کوتاهی بعد از اعلام حکم محکومیتشون توسط دادگاه استیناف لغو شد، چرا که تشخیص دادن صدمات وارده بر کودکان که عمدتاً بریدگی و کبودی بوده با استانداردهای آسیب بدنی مطابقت نداره. حکم هر سه نفر به حبس ابد با امکان آزادی مشروط تغییر کرد. ریچارد شونفلد بعد از 36 سال حبس در سال 2012 درخواست آزادی مشروط داد و به جامعه برگشت. جیمز هم چند سال بعدش در 2015 آزاد شد. فردریک همچنان زندانی موند و در سال 2016 معلوم شد زمانی که پشت میله ها بوده یواشکی و بدون اطلاع مقامات زندان چند تا تجارت بزرگ از جمله یک معدن طلا و یک نمایندگی خودرو رو اداره می‌کرده. فردریک وارث 2 تا خانواده ثروتمند بود و بعد از مرگ والدینش هم از سمت پدر و هم مادر ارث خیلی زیادی بهش رسید. در سال 2022 دارایی فردریک وودز حدود 122 میلیون دلار تخمین زده شده. در اکتبر 2019 درخواست آزادی مشروط فردریک برای 19مین بار رد شد. دلیل اینکه چرا هر دفعه ردش می‌کردن این بود که توی زندان تلفن همراه و محتوای پورنوگرافی قاچاق می‌کرد و کلاً خلافکار بود. اونجا در طی این سالها 3 بار ازدواج کرد و در فاصله نیم ساعتی از زندان یک عمارت بزرگ خرید. نمیدونم عمارت رو چرا خرید، ولی احتمالاً یه مکان اسکان موقت برای افرادی بود که باهاش ملاقات‌های پی در پی کاری داشتن یا حتی زنهاش. در مارس 2022 یک هیئت متشکل از وکلای فردریک دوباره پیشنهاد آزادی مشروط دادند. این پیشنهاد نیاز به تایید فرماندار ایالت کالیفرنیا داشت. فرماندار اول نمیخواست قبول کنه، ولی با مشورت هیئت مدیره آزادی مشروط تصمیم گرفت مهر تایید بر آزادی فردریک وودز بزنه. در 17 آگوست 2022 گزارش شد آزادی مشروط به فردریک اعطا شده و قرار به زودی از زندان آزاد بشه. اخباری مربوط به آزادیش منتشر نشده، ولی با توجه به تاریخی که حکم آزادیش صادر شده انتظار میره تا الان به جامعه برگشته باشه. فرانک ری یعنی راننده اتوبوس و کسی که بچه‌ها رو نجات داد توسط انجمن فرهنگیان کالیفرنیا مدال افتخار دریافت کرد. فرانک تا آخر عمرش بارها و بارها با قربانی‌ها دیدار کرد و این بچه‌ها حتی در بزرگسالی هم به دیدنش رفتن. فرانک ری در 17 می 2012 بر اثر مرگ طبیعی جونش رو از دست داد. 3 سال بعد در سال 2015 شهرداری چوچیلا اسم یکی از پارک‌های شهر رو به فرانک ادوارد ری تغییر داد و روز 26 فوریه که تولد این مرد بود رو روز فرانک ری نامیدن. روی این بچه‌هایی که ربوده شدن مطالعه انجام دادن و متوجه شدن تمام این بچه‌ها از کابوس‌های مربوط به آدمربایی
مرگ و تغییر شخصیت رنج میبرن. بعضیاشون حتی تا بزرگسالی از چیزهایی مثل سوار شدن ماشین، تاریکی، صدای باد، موش، سگ و آدمهای هیپی میترسیدن. یکی از قربانی‌ها به قدری از ماشین و ون میترسید که وقتی یه بار ماشین یه توریست ژاپنی جلوی خونش خراب شد و ازش کمک خواست، با تفنگ بادی به این مرد شلیک کرد، چون میترسید ربوده بشه. بسیاری از قربانی‌ها حداقل تا 25 سال بعد از آدمربایی روح و روانشون به شدت به هم ریخت. اکثرا افسردگی گرفتن، بعضی‌ها به مواد مخدر رو آوردن، چند تاشون به دلیل رفتار کنترل آمیز دستگیر شدن. اصلا یه وضع فاجعه‌ای بود و اقدام خاصی هم برای بهتر کردن حال این بچه‌ها انجام ندادن. بیش از 47 سال از جنایت آدمربایی اتوبوس چوچیلا گذشته و هر سه تا مجرم این پرونده دوباره به جامعه برگشتن، ولی قربانی‌ها هنوز که هنوزه از آسیب‌های وارد شده بهشون رنج میبرن. یکی از قربانیان این آدمربایی که در اون زمان 10 سال سن داشت گفت این سه نفر اساساً کل زندگی ما رو به سرقت بردن. در سال 2016 به 25 قربانی آدمربایی که زنده بودن مقداری غرامت پرداخت شد. مقدار پولی که دریافت کردن از صندوق بانکی فردریک وودز به قربانی‌ها داده شد و مبلغ دقیقش رو به رسانه‌ها اعلام نکردند. یکی از بازمانده‌ها در مورد پولی که بهشون دادن گفت پولش برای یکم دوا و درمون و تراپی کافی بود، ولی برای گرفتن یه خونه نه. ممنون که ما رو تا انتها شنیدین. اگر از پرونده‌های جنایی خوشتون میاد حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اگه موضوعی در این رابطه بود حتما تو کامنت ها بنویسید تا پادکستش رو بسازیم.